مردمان خوش ذوق، ای اهل ناموس و ننگ، ای مخلصان خنده، ای هجو را هماهنگ. تماشا کنید ما را، خواه از نزدیک خواه از دور، بر ما و شما دوستان انیق خندیدن ضرور. اوه بیا اینجا بایه و برنامه آغاز کنن که بیا تیز بیا یک پیاله چای اینجا تیاره. خیلی خدا. السلام علیکم دوستان یوتیوب کانال پایک سوخت و علال خصوص برنامه یک پیاله چای. عزیزان دل دیدم یک فرصت را غنیمت دانسته، البته ما مقصد گذاشتیم که کمی باشد هم طبی نازکش میانی عزیز را خوش گردونده باشیم. خب امروز یک جای غیر عادی است. در راه برای شما آشتانی از همون باباها بیبیهای ما ماندگی. انا چه طوری که وعده کرده باشیم قمقان در نزد آشتان نازد چای می شود، چای می نوشیم. برخی از مردم در کامنتاری ها من خوانده شدم میگویند که برای چی قمقان چای گفتید و تفعیل بشد می این مردمی نقطه دان و نقطه سنج. انا قمقان چشمای کلام میکشایم میبینیم که قمقان ما در جوش هست عزیزان. در آغاز میخواستم کمی باشد هم درباره مخلصان هواداران برنامه یک پیاله چای گفته گذاریم. نفرانی هستند که در حقیقت زیر ویدیوی ما لایک پخش میکنن، البته آبونه شده هستند، کامنتاری های بی نهایت عالی جناب نوشته شدن. خب گوشت دوستان نمیشود دوستانی عزیز ما هم میدونستیم به کجا رفته ایستادیم و چرا ما انتظار باید میشدیم. البته پیدا میشن آدمانی که در کامنتاری ها گپ‌های روزمره خود رو مینویسند. من گفتنی هستم که آن گپ‌هایی که روزمره خودتون دارید برای ما ننویسید، چون که این گپ‌ها در ما همچون حقارت فهمیده میشود. بنابراین به همه شما تنصیحاتی خانوادگی خاطر جمعی میخوام و برای همه آن نفرانی که خواه دوست دارید خواه بعد بینید، من گفتنی هستم که همیشه در لبانتان خنده باشه عزیزان. این برنامه یک پیاله چای است. تا جوشیدن یک پیاله چای من میخواستم یک واقعه عجایب را گفته باشم. عزیزان مهمانی خوب است، مهمانی و میرویم مهمان میشویم و البته یک روز یک رفیق یک دوستش خانه دوست به مهمان میشود و وقتی رفتن خواست از رفتنی شود که بعد صاحب خانه هم گفت است دوستم آخر بیرون دیده ایستادی باران سر شد، باران زجاله، بیا با بالی این به من زنک خوراک بخصاص خوراک خورده بعد باران ماند برامده میروی دیگه. گفته ماند اینم چی خوراک بخصوص یان کنایم؟ گفته ماند هم ماش پیاوه کراس. گفته ماند هنی ایقا بارانم تیز نیه من سیکین تا بعد. دوستی خوب است عزیزان و یک دو نفر دوست بودن، یکی در دیها دیگری در شهر زندگانی میکردن. یک روز دیهاتیش به خانه شهرش به مهمانی آمده است و میبخشیدم مهمانی هم 22 روز شده است نرفته شده است خانه آشناشانه مهمان. آشناشان گفته است که دوستم اهل عائلت به ناگاه 22 روز شد خانه من آمدگید به 16 بار آش کردم و یو عائلت پریشان نمیشن. میگفته ماند آشنا جان من تی میدونستم که دلت حقانی عائله من میسوزد، باور کن رحمت تو به من هم تو میرم عائله من گرفتم بیام آشنام بگردم رحمت تو به. و باز واقعی دیگر دوستان عزیز اجماع سحری تصور کنید، سحری زن و شوهر خواب ساعت 7:30 انا 8 به کار کرده شده است. همین زنک هم خواب داداش زیبا جان باغچه ببرید 20 سامان میتی هم شما بگفته است گپ ببینید رفتن دل بزن شده که شوهرش هم علی مسی میتی هم تو برده ما گفته همین خکرش دیان گپ سوی بعد رفت است اپشی دراشون آواز دخترچه برون از زیبا جان دادا همون 50 کنتال من خودم رفتم میگیرم گفته است تا بعد. خلاصه گپ جنگل به پیوا فرستادن و حیوانات همه قطار پیوا مینوشتگی. خیلی این جوابم بود که در راه پیش برم. خلاصه گپ همین قاچرت و نوبت پویی دراز شدگی خرگوش آمده است. حتی باشکه چشکتی هم تو نوبت دونسته گذشته رفته است. سانی همونجا به خیلی کو گرگ شده است گوشت راست. گوشت چی نوبت بیست گفتم من بیا گپ بسیار نکن گرگ گفته است. خرگوشم موضوع خرگوشم میخواد شدگی. گفت چی؟ گپ بسیار نکن. زورت بشه رفتیم پشتی و مغازه بگذاری. گرگ حیران این گپ زنی خرگوش.
رفتیم گفت از پشت مغازه با باشد میگذاریم هر دوش رفتیم بعد 5 دقیقه خرگوش خودش با همین خرسان برآمده آمسون است همه حیوانا حیران چه گرگ زد میکی این گفته خیرس همون جشتگی بوده است خلاصی گپ خیرس او گوشته روز خفا بیست نوبت بیست من تو با گرگ نیه گفت اوی سه خلق کرسی برفتیم پشت بگذاریم میگفته است خیرس هم حیران بیا گوشته روز یا پشت میگذاریم گذاشتیم با خرگوش برآمده که همونجا من همین خیلی آموزاست حیوانا همه حیران سی گپ شد گفته خلاص گپ روی با همونجا اوه گوشته روز نوبت بیستی چخیل هم نوبت گوش کن دوم زردک کالگ را نکن بیا پشت بگذاریم روی با همه میخیال سانی حیوانا گفتیان که یا با رفته بینیم چی پشتی بابا چیکار کراسته روان کی شیر همون پاچه که روی با آه گوشته روز فقط گوشت می پیویم بیار یک رئیسی محله رفیقا اگر دانتون اگر دوشنبه به سیرک آمدگی بود از شهر مسکو خیر اکنون وقتی کرانتین به سیرک هم برفته نتونسته که آخر راه ها محکم حیواناش همیشه تقسیم کرده هر محله دوشنبه به دادسو زیبرا یک تا محله دوردست بفرمده است رئیسی محله هم زیبرا کشوله کرده مثلا جان همه محله گیو اوه چه گوای وای چه وای همیشه زیبرا حتی موسیقی ناموسیقی یا باز سوشته بیام رئیس چه عجایب که نه خر نه اسب یک سوش مالا چکو موسیقی نگاه کنید آخرین آرزوهاشون هست شاید به وای یک چغزده بیدم شد هم تو پایین بر رفته آمده رئیس اینا مارکش اینا مارکدی ها دوستان عزیز خدا نخواهد یگان نفر بیمار گشتم با یک زن برای دیداربینی جیانش با بیمارخانه کسلی‌های روحی رفته است که جویان بینید جیانش هم اونجا کنه استاس یکی لبی دروازه با آمده است یک قراول اونجا شتیگی میگن السلام علیکم گفت قراولم و علیکم سلام من یک جیانم دیدم هم دیگه در آمدم ممکن برآمدم ممکن تو بکرم خیلی شوخی نکنید و می کدام بینا بروم و تورینگی بروید و این طرف بید تو با این قراولش هم مزش نمیگفته سیکن همون بینای گفتگیش به بیان که خریدار به یک بچه آمده است تقریبا همین یک 18-20 ساله جاروب قبطی پاچکش به قپیدگی جاروبه حالا تاکسی بشینید برای زنک هم حیران تاکسی چه خیلی بچم من یک کسی دیدم با آمدگی گفت شنید لازم نباشد کالتنی میکنم گفته است زنک هم اکو بیمارخانه کسلی‌های روحی چوفته نمیشد گفته بناگاه خفه نشد و هم زنک هم پاچکش گذارنده است هر دوشون دویده رفتیان جاروب خطی گیردی همون بیمارخانه 6 بار دوانده است این بچه هم زنک مونده شده یا بالا کرده همین جواب استیل گفته موند 45 سوم میشد خاله چقدر 45 سوم میشد من تاکسی نتیات و بیمار کار رسوا میشد گفته داره به همینش 45 سوم گفته من بچه‌ام روید ماینش هم تو نگاه کند که از اتاق کاری سردختر یک نفر خلط پوش آموزاست وای خدا بشکر خیریت شما یافتم شما سردختر میگفتم ها من سردختر این چه بیمارا به نگاه نمیکنید آن علوی دروازه سکر آدم غم میتیاد من از یکتش مجبور 6 بار گردی همین بیمارخانه‌تون کیم کدام جاروب بشینانده دوان داخل با 45 ما گرفت سر بیمارا به نگاه کنید آن گفتم اونا وای سردخترم خاله جان بیمارای ما همه هو انوای پشتی نوای دروازه به حال اینجا روی حولی بیمارخانه وای مجبور کردی کی بود و جارب کتی ها وای دانشگاه طبی پرکتیک با دیگه اوزی همین آخرین وقتا نگاه کنم اگر زنهایم برای بچه‌هاشون نگاه کنم وقتاشون هم نه وای نانی چیکمی چیه وای میکردن کار با قبول میکردن وای بچه نگاه میکرد باور کنید حیران شدم یا تا زنی که صاحب کار بود است همین خیلی نیانیچکه اسلوگی نیانیچکه خدمت رسانی استفاده برده سو یکچه من این بچه‌ام نگاه کنید من کار گفته رفته بگوی روزی اومده است خواهر جان چطور نقش دیتم زیغ نکرمی ها گفته مناد وای نیانیچکه چشماش ورم کرگی اگریه کنه وای موزارده که زیغ کار کدومش وای آواش بمدی
خلاصی گاب یخدان تصور کرستانه یخدان همین درش هم تو میگوید این طرف با تخم ها این طرف با جوهای آب میموندگی هم خیلی یخدان دیگه اون من ساخت یخدان شبانه داخل یخدان با گپ شده است یکم به ایستادگی تخم یانگیش بینی کنه وای کی گفت است یانگی تخمم کدام وای اون تو نیا کنه وقتی وای موی سر بینی دو بلندش یا آن گفت یانگیش پفتسینش وای نگاه کن موی سر ریشو بین آغول بین یونانگیشم کدامه کیه؟ واه تو فکرم این آواله بین و یک موی سرتون پاس کردی ریشتون گرید نیمی تو فکرم خیلی نیکانی استادیمو دادر گفتم خیلی قطار خنده همون آخرین با گاب رفته است آخرین هم تو کنه چه میخوانی تو من کیوی انا همین طرف دوستانی عزیز و ارجمند ما خواستیم با این برنامه خش یک کمتر باشدم تابع نازک شمایان را خوش گردونیم تا چقدر به مقصد رسیدیم یا نرسیدیم از کامنتاری های شما معلوم میگردد عزیزان خواهش کردید که فرصتی برنامه را کمی وسیع کرده باشید البته وسیع میکنیم تا آن دمی که بی سرپرستیم ما کم برنامه را برای شما میگذاریم و وقتی که سرپرست پیدا کردیم البته وقتی برنامه را نیز تغییر میدیم یعنی که دراز مدت میکنیم خوب میگویند که کم باشد و خوب باشد و با همین من میخواستم با برنامه امروزه حسنی خاتمه بخشیده باشیم با امید آرزوی اونه که در خاندان شما همیشه خانه آباد خاطر جمعی و دستورخانه همیشه پرفیض باشد و شمایان با اهل عائلتان صحتمند و سلامت باشید برنامه یک پیاله چای را خاتمه بخشیده خیر میگویم عزیزان خیر